به نام خالق خلاق. سلام، مرتضی احدی ایرانی هستم، مدیر سایت خلاق شو داتای آر. امروز من میخوام که برنامه و اهدافمون رو از راه اندازی سایت خلاق شو داتای آر برای شما عزیزان از طریق این ویدیو برای شما عزیزان معرفی بکنم. خب ما اینجا قصد داریم که داخل سایت خلاق شو داتای آر در کنار همدیگه یاد بگیریم که چطوری مهارت خلاقیت خودمون رو افزایش بدیم. خب قطعا شما دوستان عزیز میدونید که مهارت خلاقیت مهارتی اکتسابیه و شما هر لحظه میتونید اون رو افزایش بدید و از همینجا من میخوام به دعوتتون بکنم که با مقالات آموزشی که ما داخل سایت قرار میدیم، ویدیوهای آموزشی که داخل سایت قرار میدیم و همینطور پادکست هایی که داخل سایت قرار میگیره همراه باشید. در کنار سایتمون داخل رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و کانال تلگرام مباحثی رو هم داخل این رسانه‌های اجتماعی قرار میدیم و از شما عزیزان درخواست میکنم که بیاین و دنبال کننده ما بشین داخل این رسانه‌های اجتماعی و از مباحثی هم که داخل رسانه‌های اجتماعی قرار میدیم استفاده بکنید. خب قطعا مسائلی که داخل رسانه‌های اجتماعی قرار میگیره متفاوت از مسائل سایت هستش و ولی در یه راسته هستش، همه در راسته آموزش خلاقیت، ایده پردازی و ایده یابی هستش. شاید برای بعضی از دوستان الان سوال پیش بیاد که خب الان صفحات زیادی هستش و سایت های زیادی هستش که در زمینه خلاقیت و حالا ایده یابی و ایده پردازی فعال هستن و چرا حالا خلاق شد؟ ما یه تمایز اصلی با بقیه سایت ها و بقیه حالا صفحاتی که داخل رسانه‌های اجتماعی هستن داریم، اونم این هستش که ما هدفمون آموزش هستش و اینکه افرادی که حالا همراه ما هستن بتونن بحث خلاقیت خودشون رو افزایش بدن، این مهارت رو بتونن کسب کنن که ایده های بهتری رو بپرورونن و توی حل مسائلشون ایده های بهتری رو به دست بیارن. از شما عزیزان میخوام که اگر که نظر، پیشنهاد و انتقادی دارین توی این زمینه برای ما حتما ارسال بکنین و مطمئن باشید که ما از تک تک این نکات استفاده خواهیم کرد و مطمئن باشین که اگر قرار باشه که ما پیشرفت بکنیم در کنار شماست و با ازتون درخواست میکنم که هیچ موقع نظرات و انتقادات خودتون رو از ما دریغ نکنید و حتما اونا رو در اختیار ما قرار بدید. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.